سلام عرض می‌کنم خدمت برادر عزیزم کیشیش سهراب رامتین. بله، یه موضوعی که این جلسه قصد دارم بهش بپردازم، موضوعی که خیلی دستمایه انتقاد و گاهی تمسخر غیر ایماندارانه، و اینکه کشتی گرفتن یعقوب با خداوند. خب بله. خیلی این موضوع میدونیم که مورد انتقاده. چه نکته‌ای داره برای ما و اینکه دوست دارم این موضوع رو واقعا باز کنین، حالا توی زمان خیلی کم. خواهش میکنم. خب اینو ما تو کتاب پیدایش فصل 32 پیدا میکنیم، در واقع از آیه 22 به بعد، و یادتونم باشه در زمینه این آیات رو بخونیم. در ابتدای کتاب پیدایش یعقوب نگران ملاقاتش با عیسو برادرش که بهش قبلا کلک زده بود و میدونست که حالا یعنی میدونست برادرش از دستش عصبانیه، حالا اگرچه بعد از سالها داره برمیگرده پیش برادرش، ولی خب مطمئن نبود که عیسو با چه روحیه‌ای باش برخورد میکنه. برای همین مثلا اول خانوادهش رو میفرسته، دسته دسته میفرسته، بعد خودش تنها بوده، شب بوده. در قسمت اونچه که از کلام خدا میتونیم بفهمیم شرق رود اردن بوده و اونجا منتظر بوده، و در این هنگام هم حدوداً میشه گفتش که یعقوب حدود 90 سال سنشه، و اینجاست که یک شب که اونجا خوابیده و جالبه ببینید قبلش هم دقت کنیم، مثلا تو آیات قبلیش هم ما میخونیم که مثلا این هدایا رو که میفرسته به خاطر این بوده که مثلا میخواسته خشم عیسو رو فروکش بکنه، و شب اونجا خودش تنها بوده که ناگهان ما میخونیم از آیه 22 شبانگاه خودش برخاسته 2 زوجه 2 کنیز و 11 پسر خویش را برداشته، ایشان را از معبر یعبوق عبور داد، ایشان را برداشت از آن نهر عبور داد، تمام مایملک خود را نیز عبور داد. اینا همه رفتن، حالا خودش تنهاست. یعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر کشتی می‌گرفت، و چون او دید که بر وی غلبه نمی‌یابد، کف ران یعقوب را لمس کرد و کف ران یعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده شد. اینجا ناگهان، حالا ببینید خودتون رو تو شرایط یعقوب قرار بدید، شب تنهاست، نگران اینه که حالا فردا که عیسی رو دیدم چه خواهد شد، که ناگهان یک کسی میاد و شروع میکنه بهش حمله ور شدن، و اتفاقا من میتونم تصور کنم که یعقوب اصلا متحیره که چی پیش اومده، مثلا فکر مطمئنا دعا کرده که خداوند او رو حفظ کنه و ازش حفاظت بکنه. مثلا تو آیه 9 میخونیم یعقوب گفت ای خدای پدرم ابراهیم و خدای پدرم اسحاق، ای یهوه که به من گفتی به زمین و به مولد خیش برگرد، با تو احسان خواهم کرد، و از خداوند تقاضای کمک و برکت و حفاظت کرده که این شخص بهش حمله ور میشه. و بعد ببینید این مثل حالت خیلی از ماهاست که مثلا یه چیزی رو، یه مشکلی هست، دعا میکنیم، بعد اتفاقا میبینیم که مسئله که حل نشده هیچی، شاید یکم هم به نظر ما اوضاع بدتر شده، بعد میگیم مثلا چرا اینجوریه، این حالا این کیه که داره به من حمله میکنه. اما در اینجا دقت بکنید، حالا درسته که افراد بی ایمان میخوان به این داستان بخندن، ولی این داستان نیست، حقیقت رویداد تاریخیه که واقعا شده، و میگه که با خداوند کشتی میگیره و خداوند کف ران یعقوب رو لمس میکنه و خداوند بهش میگه مرا رها کن زیرا که فجر میشکافد، و یعقوب میگه تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم. به وی گفت نام تو چیست؟ خداوند بهش میگه، گفت یعقوب، یعنی خداوند داره مجبورش میکنه اعتراف بکن کی هستی. یعقوب هم در زبان عبری یعنی آدم حیله‌گر، کسی که از پشت
پاشنه پای کسی رو میگیره. این میگه این من یعقوبم، یعنی داره به هویت خودش رو اعتراف میکنه. ولی بعد خداوند او رو برکت میده و نامش رو عوض میکنه. یه از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود بلکه اسرائیل، زیرا که با خدا و با انسان مجاهده کردی و نصرت یافتی. و نام اسرائیل یعنی کسی که با خدا به اصطلاح کشتی گرفته، با خدا به قول ساده عامیانه بگم کلکل داشته و پیروز شده تو این ماجرا. و پیروزیش هم از اینه که خداوند برکتش میده و نامش رو عوض میکنه، به اسرائیل تبدیلش میکنه. و بعد یعقوب ازش سوال میکنه که نام تو چیست؟ گفت چرا اسم من رو میپرسی؟ از اونجا و او را در اونجا برکت داد. بعد تو آیه 30 میگه یعقوب آن مکان را فنیل نامید. و فنیل یعنی جایی که صورت خدا، این معنیش به معنی دیدن روی خدا، چهره خداست، چهره خدا. نام اونجا را فنیل نامید و آفتاب بر وی طلوع کرده، بر ران خود میلنگید. و میگه که زیرا خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد. یعنی ما میتونیم مطمئن باشیم این شخص خداونده. میگه خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد. و بعد علت لنگیدن رانش هم ببینید اینجا کلی درسای عالی روحانی توش هست. من خودم چند سال پیش یه موعظه فقط روی همین آیات کردم. اینجا شما کسی رو میبینید که با خداوند کشتی میگیره، خداوند میشکنتش و هویتی نو بهش میده. میگه نام تو دیگه هیله‌گر مکار نیست، تو اسرائیل میشی، تو کسی میشی که با خدا مجاهده کردی و خداوند تو رو برکت داده. پیروزی از این نظره. البته این به این منظور نیست که مثلا خدا نتونه تو کشتی مثلا اینو بزنه، خب که مسلماً میتونه، ولی خداوند اجازه میده که این توی این مجاهدش با او ادامه بده و در توی این ادامه دادن یعقوب شکسته میشه، اعتراف میکنه که کی هست و خداوند شخصیت نوعی بهش میده. حالا شده اسرائیل، حالا شده پرنس خدا، شاهزاده خدا. و بعد اون شکستگی پاش هم به این صورته که هر بار که قدم برمی داشته میلنگیده و این لنگیدن و دردی که احساس میکرده به یادش میورده که برکتش از کجا میاد. یعنی ببینید ما میگه با خدا انسان مجاهده کردی، این تو زندگی یعقوب بود. یعقوب اول با برادرش عیسو مجاهده میکنه، تو فصلهای 25 تا آخر 27 میکنه. بعد با پدرش مجاهده میکنه تو فصل 27 ببخشید. بعد با اون همه دردسرها با پدرزن در حقیقت پدر دو تا زناش داشته تو فصلهای 29 تا آخر لابان تا آخر 31. بعد با همسرای خودش هم مشکل داشته و اینجا با خدا در پنیل ملاقات میکنه. و ما میبینیم که یعنی از این نظر که میگه با خدا انسان مجاهده کرد یا پیروز شدی، در تمام مجاهده های گذشتهش هم پیروز شده. اینجا هم خدا بهش اجازه میده و برکت بهش میده. یعنی ببینید امروزه ما خیلی میشنویم مثلا افرادی میان میگن که من در دعا یا نمیدونم در خواب رویا با خداوند ملاقات داشتم و بعد یک داستانهای مثلا خیلی افسانه آمیز تعریف میکنن که مثلا من علم و بلم و چقدر من آدم روحانی هستم. شما اینجا یه نفر میبینید حقیقتاً با خداوند ملاقات داشت و شکسته میشه. افراد شکسته هستن که با خداوند ملاقات میکنن، افرادی که فروتن شدن، شکسته شدن، به گناهان خودشون اعتراف میکنن. مثل پولس، اون پولس که شاولی بود که به کلیسای مسیح جفا میرسون، خداوند میزنتش
به زمین میفته 3 روز نابینا بوده تا بالاخره تو 3 روز فکر میکرده و تا خداوند از طریق یکی از ایمانداران چشمانشو باز میکنه و این شخص میشه پولس رسول، بزرگترین خدمتگزار میسیونر کلیسای مسیح. این داستان میخوان مردم بخندن، ولی اینجا شما یه رویداد تاریخی میخونید که انجام میشه. ببینید اگر این داستان واقعی نبود اینقدر با جزئیات جغرافیایی همراه نبود. تو آیه 22 اصلا محل جغرافیاییشو میگه، معبر یعبوق، که ما میتونیم اینو توی نقشه پیدا بکنیم. تقریبا اگر نقشه اسرائیل نگاه کنید، قسمت شرقی رود اردن بین دریای جلیل و دریای موت، یعنی با دقت این نکات رو میگه، به فنیل اشاره میکنه، جاهای یعنی اینقدر اسامی دقیق جغرافیایی اومده که نمیتونه این مثلا یه چیز خرافی باشه، حقیقتا انجام میشه. اما درسی که تو اینجا هست اینه، ببینید ما باید اگه میخوایم با خداوند ملاقات کنیم باید آماده باشیم که شکسته بشیم، باید به اون کسی که هستیم اعتراف کنیم، سعی نکنیم ظاهر سازی کنیم. این میگه خداوند ازش میپرسه اسم تو چیست؟ میگه یعقوب، یعنی من یه آدم حیله‌گریم، و خداوند اینو میشکنه، میگه از این پس تو اسرائیل خوانده خواهی شد، عوضش تغییرش میده. و واقعا باید توی کانتکستشون، یعنی یعقوب رو باید یکی از حیله‌گر میشه گفت، یه جورایی حیله‌گر ولی یه سیاستمداره، یعنی یه جورایی مثل یک سیاستمدار عمل میکنه، میاد جلو. یعنی شما وقتی میخونیش میگه با انسان مجاهده کردی، داستانش که بخونی، یعنی فکر کنم یه درس سیاست میتونی از یعقوب یاد بگیری و بیای جلوتر. ممنونم. که اگر نکته‌ای هست در پایان، من آخرین نکته که میخوام بگم اینه که ببینید اینجا در ضمن برای دعا هم یه درسی وجود داره. ببینید مسیح میگه بپرسید، بجویید و بکوبید تا در بر روی شما باز شود. من قبول دارم که ما باید در دعا با یه روحیه فروتن بیاییم، مطیع اراده خدا باشیم، مطیع حاکمیتش باشیم، آنچه که در کلامش هست بپذیریم. اما در ضمن معنیش این نیست که من فقط مثلا یه دعا بکنم بعد بگم خب دیگه حالا همینه که هست، یه کارش نمیشه کرد. نه، ببینید اینجا شما میبینید این یعقوب با خداوند کشتی میگیره. یعنی بعضی نه که بخوام به زور چیزی رو از خداوند بگیرم، ولی در اون کشاکش با خداوند اصلا تازه آدم میفهمه که درخواستم آیا درست هست، درست نیست، و بعد خداوند ما رو عوض میکنه. خداوند زد یعقوب و پاشو شکست، ما رو عوض میکنه که شاید این تغییری که در خود ما انجام میشه از اون درخواست دعامون خیلی مهمتر باشه. ولی باید در دعا استقامت نشون داد، نه اینکه خدای ما، پدر آسمانی ما مثلا یه پدر خسیسیه که نمیخواد چیزی به ما بده، نه، ولی باید استقامت نشون داد که در طول اون استقامت من و شما هستیم که شکسته میشیم و عوض میشیم. این نکته آخر هستم میگم. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. با امید خدا تا هفته آینده. با امید خدا.